ترامپ اینقدر عاشق این زنش بود که اونو توی با ارزش‌ترین زمینش دفن کرد. ایوانا ترامپ عشق و همسر اول دونالد ترامپ که 3 سال پیش از روی پله میفته و فوت میشه. ترامپ بعد از فوتش گفته بود که من اینقدر عاشق این زنم بودم که اونو توی زمین گلف مورد علاقم دفن کردم. یه قبر بدون حصار، سنگ و تشریفات خاصی. فقط یه اسم روشه. حتی ترامپ هم محل قبر خودش رو لو داد و گفت کنار ایوانا دفنم کنید. اما از این حرفا بکشیم بیرون بابا عمو ترامپ و این جلف‌بازی‌ها. بیا واقعیت رو بهت بگم. اول از همه طبق قوانین ایالت نیوجرسی هر زمینی که واسه قبرستون استفاده بشه از تمام مالیات‌ها حتی مالیات مربوط به املاک معافه. و دقیقاً قبر مرحوم ایوانا توی زمین گلف چند صد هکتاری ترامپ توی ایالت نیوجرسیه. یعنی ترامپ با این حرکت میلیون‌ها دلار مالیات رو پیچونده که فک منم افتاده. جالبه بدونین توی قوانین مالیاتی نیوجرسی فرقی نداره متراژ زمین چقدر باشه، فقط قبر داخلش باشه. البته که ترامپ گفته میخواد بخشی از این زمین رو قبرستون خانوادگی بسازه و بخشی دیگه‌ش هم قراره یه تعداد قبر بسازه و به ثروتمندان بفروشه. و نمیدونم بگم دمش گرم یا دهنش سرویس که حتی از مرده هاش هم پول در میاره. اصلا هیچی به ذهنم نمیاد. شما باشین این کار رو میکنین یا نه؟